ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کنه بیایید 40 بعد پسرشون مهدی فاطمه نیان؟ دیگه الان داره یه جوری میشه، کمی روزا گرمه، اکثرا شبا پیاده روی میکنن با این هوایی که الان مطبوع هم شده. تو این نیمه شبها من دیدم اشک میریزن و راه میرن. ابن الحسن میشه تو این نیمه شبها شونه من یه بار به شونه شما اصابت کنه؟ میشه امام صادق فرموده باشن که پیاده بیاید برای زیارت حسین، اما ابن الحسن شما پیاده نیاید؟ هر کی عشق به امام زمان داره بیاد 40. اصلا امسال 40 و امام زمانیش کنید. حتما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا آن کسی است که جلوتر از شما در این پیاده روی آمده است و مقدمات حضور شما رو فراهم میکنه. 40 ها این راه رو حرکت کنید، قدم به قدم از شما پذیرایی میکنن، قدم به قدم بهترین جا رو برای شما در نظر میگیرن تا ببینن یه مادری، خدا شاهد اینو با چشم خودم همین بار دیدم، نشسته داره استراحت میکنه، از 2-3 تا موکب اومدن گفتن مادر با بچه یه وقت اذیت نشی، جا هست اینجا. 40 ها برید ازتون پذیرایی کنن، رسیدید کربلا دیگه روتون نمیشه سرتون رو بلند کنید. در همین راه بچه های حسین رو گرسنه نگه می داشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین می رسید، می گفتن غذا به بچه های حسین ندیم، اینا گرسنه وارد کوفه بشن دست گدایی جلو مردم دراز کنن. در همین راه خرابه نشین کردن بچه های حسین رو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این 40 امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. اینجا مرکز مقاومت است.